یه موجودی رو به تو معرفی کرده بودیم به اسم آکیدنا. اون موجود که درست میشه که شبیه اژدها هست میشه اسمش تایفون. علیه اینا نیست. توی بعد تصویری مشتری زندان تارتاروس رو درست بکنن. برنامه عوض میشه. تایفون شروع میکنه دور افراد چرخیدن. به بچه خانمی بیمار شده واقعا. سلام به همگی. بچه ها سلام، خوبید؟ چطورید؟ یه ویدئوی دیگه، دوباره محمد و شکوفه، دوباره اساطیر، دوباره زئوس. خدایا توی قسمت قبلی که راجع به چرنوبیل صحبت کردیم احتمالاً دیدید، اگرم ندیدید حتما برید ببینید چون از دست میدید. یه ویدیو متفاوتیه و مطمئنم که خوشتون میاد. قسمت قبلش که یه مدت زمان طولانی به حال فاصله افتاده بود، موضوع قبلی یعنی مربوط میشد به زئوس و المپیا. ما گفتیم که در واقع زئوس رفت سری کارا کرد، رفت با یه سری از تایتان ها جنگید و بعد دار و دستش رو جمع کرد بره به سمت کوه المپ که اونجا اعلام پادشاهی و خدایی کنه. الان میخوایم ادامه اونو بگیم، اون تا یه مقدار خلاصه اولش میگیم. زئوس حکومت از کرونوس گرفته. الان نوبت اینه که حکومت خودش رو قوی بکنه. توی قسمت قبل دیدیم که چجوری میخواست انسانها رو نابود بکنه و مشاوره گرفت از رپتایل ها که چجوری این کار رو بکنه. رفت آرتمیس و آپولو رو فرستاد ماه و اونا رفتن یه ماده واسش گرفتن به اسم وریل که بتونه با اون یه طوفانی درست بکنه که انسانها نتونن توش زندگی بکنن. در واقع آرتمیس و آپولو رفتن ماه با آنوکیا جنگیدن. این میخوام صرفا بگم نرفتن قرمه سبزی اینو بکنن. آره میدونیم که جایگاه آنوکیا یکی از جایگاهاشون ماهه. رفتن تو جنگیدن و بعدش وریل گرفتن و برگشتن به زمین. توی این داستان اینجا گایا که از تایتان ها مونده بود و حالا قدرتی داشت واسه خودش، به این فکر کرد که باید جلو زئوس رو بگیره. به هر حال داشت خلاف فرمان خدا پیش میره و میخواست انسان ها رو نابود بکنه. زیر پوست، یعنی زیر پوستی داشت توطئه میکرد که بتونن زئوس رو از قدرت بندازن یا یه جورایی تنبیهش بکنن به هر صورتی که ممکن بود. یه موجودی رو به تو معرفی کرده بودیم به اسم آکیدنا. آکیدنا چی بود؟ تو اگه یادتون باشه زئوس رفت با یه سری تایتان توی حوالی ژاپن، شرق آسیا اونجاها جنگید. بعد یه سری محافظا اونا محافظ هم داشتن، خونشون ریخت زمین. بعد زئوس دید خون ریخته زمین، گفت دیگه حیف نشه، از اون خون یه موجودی درست کرد به اسم آکیدنا. این آکیدنا به محض اینکه به دنیا آمد و به وجود اومد و اینا بود، زئوس جلوشه در رفت. زئوس هم هر کار کرد نتونست پیداش بکنه. آکیدنا به گایا پناه برد و رفت پیش گایا. البته این آکیدانا رو درست کرد که بهش خدمت بکنه ها، ولی خب اصلا هرچی زاید دیگه. آره، آکیدانا از همون اول فرار کرد. توی همون قسمت‌های قبلی هم راجع به بز بافومت تا حدودی باهاتون صحبت کردیم که خدمت میکرد به زئوس، که از اول خدمتگزاران لوسیفر بودش و داشت آماده میکرد زئوس رو که بره کرونوس رو شکست بده. یعنی اصلا از همون اول لوسیفر فکر میکرد که میتونه زئوس رو پرورش بده و دست نشانده خودش بشه در واقع تو پادشاهی. توی اون ماجرا یه جامی درست میشه از شاخ بافومت داده میشه به زئوس که بتونه با لوسیفر ارتباط بگیره، ولی زئوس نخواست، زیر بار این نرفت. وقتی به قدرت رسید گفت که دوست عزیز مرسی، خیلی ممنون تا اینجا کمک کردی، خدا خیلی تاثیرگذار بود. آره دقیقاً، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اون جامو میندازه اون ور رو میره که بعدا همون آکیدنا اون جام رو پیدا میکنه میبره پیش گایا. پرانتز، گایا کی زئوس میشه؟ گایا مادر بزرگ زئوس میشه، ننجون زئوس میشه، ننهاش. آره دیگه، نسل دوم، یعنی در واقع نسل اول بچهای گایا میشن تایتان ها، نسل دومشون میشن همین المپیا. اینجوری میشه دیگه. به هر حال میبره پیش اونو. بعد خود گایا از طریق همون جام
که زئوس پرت کرده بود با لوسیفر ارتباط میگیره، میگه داداش بدو که هم من زاییدم هم تو مالیدی. لوسیفر اینجا چی میگه به گایا؟ میگه که زیر همین طوفانی که ایجاد شده یک موجود خلق بکن که من قسمتی از قدرت خودم رو درون اون بذارم و اون موجود که درست میشه که شبیه اژدهام هست میشه اسمش تایفون. لوسیفر هم میدونید دیگه، ببین لوسیفر شمشیر خورد، طلسم خورد، اما همچنان موجود اول دنیاست. یعنی زئوس نمنکین دیر ذاتن. خب اصلا میتونسته که این راحت زئوس رو بین ببره، منتها به حال این موجودات مثل زئوس، مثل مثل لوسیفر، مثل مرگ و اینا سریع خودشون اقدام نمیکنن. به گایا گفتش که آره همین زیر طوفان موجود درست کن، بخش از خودم توش میذارم، میشم این تایفونی که شکوفه گفت. از اینجا وارد داستان جدید میشیم. تقریبا تایفون وقتی که خلق میشه با آکیدانا ازدواج میکنه و یه سری موجود و هیولاهای دیگه هم خلق میشن. اینو من فقط اضافه بکنم، توی داستان اساطیری وقتی ما میگیم که مثلا فلانی با فلانی ازدواج کرد، اینجوری نیست که رفتن عروسی بگیرن یا نکاح و سنتی و آره. فمن رغبت علیه السمینی اینا نیست، یعنی جور... با هم میخوابن، سکس میکنن که بچه به دنیا بیارن. آره یه جورایی واسه این که یه سری موجودات مختلف درست بکنن، یه سری نسل‌های مختلف تولید بکنن، با هم دیگه سکس میکنن که بچه به دنیا بیارن. هدفشون هدف به اصطلاح لذت نیست، هدفشون هدف گسترش نسل و تولید موجود و ایناست. حالا این وسط لذت هم بردن دیگه. آخه اومده که خیلیشون اهل لذت نبودن. آره حالا گیر دادی که لذت میبرن. تایفون از آکیدنا چه لذتی میتونه ببره؟ اون از خون درست شده، اونم زورکی زورچکون از لوسیفر نصفش دیگه. باید به چشه اون خوشگل بیاد که میاد. هیچ شروع شد علف باید به دهن تایفون شیرین میاد. آره دیگه. زئوس واسه اینکه اقدام بکنه به کاری، اولین چیزی که به ذهنش میرسه، یعنی اولین کاری که به ذهنش میرسه باید برای حکومتش انجام بده، این که تکلیف تایتانا رو مشخص بکنه، نسخه اونا رو بپیچه. چرا؟ چون اگه این کار نکنه خطر کامل دفع نمیشه و مشخصه دیگه. آره دیگه، ممکنه کودتای اتفاق بیفته، ممکنه شاهزاده‌ای داشته باشن که بخواد برگرده، به هر حال دیگه. در طول تاریخ هر کسی که از نسل قبل شاهزاده وجود داشته و به نورده در نهایت تو پاچش رفته. آره بگذاریم. زئوس طبق معمول تا هر اتفاقی بوده سریع پیش رپتایلا میره پیش رپتایلا، میگه آقایون داداشان میخوام من تایفونا رو من میخوام تایتانا رو بکشم، چه کنم؟ اونا میگن خب تو زورت نمیرسه، اونم میگه منطقی دارید میگید، زورم نمیرسه بکشم. تصمیم میگیرن که اینا رو چیکار کنن؟ زندانی کنن. زئوس فکر نمیکنه، بازم نمیتونسته فکر کنه، همش درگیر چرتش بوده. رپتایلا بهش میگن که خب ببین تو که نمیتونیم، ببر اونا رو توی مشتری زندانی کن. زئوس هم میگه که اوکی من یه سری کارا اداری دارم بعد رسیدگی بکنم. هیدس و هرمس رو دو تا داداشاش اونا رو میفرسته، میگه آقایون داداشان برید توی مشتری زندان درست بکنید. زندان اسمش میشه چی؟ تارتروس. آشناس واسهتون نه؟ تارتروس. تو این کار کی بهشون کمک میکنه؟ پدر بزرگش اورانوس رو یه توضیح کوچولو بهتون بدم. اورانوس شوهر گایاست که گایا اونو از داخل خودش کشیده بیرون و با هم دیگه ازدواج کردن. اورانوس توسط پسرش بوبولش بریده میشه متاسفانه و تبعید میشه، سرد میشه و میره همون سیاره‌ای که ما به اسم اورانوس میشناسیم. اونم کمک میکنه به زئوس که ترتیب کرونوس رو بده دیگه، به هر حال دشمن بود با پسرش باش این کارو کرد و با هم دیگه، یعنی هم برادرای زئوس و هم پدر بزرگش کمک میکنن که توی بعد تصویری مشتری زندان تارتاروس رو درست بکنن که بتونن تایتان ها رو اونجا بندازن. حالا این زندان هم یه جوریه که میگن ورود داره خروج نداره، برای همین خیالش دیگه راحت بوده که کودتایی
دیگه وجود نخواهد داشت. همیشه میگن که چند سال اول هر حکومتی مهمترین چند سالشه. حالا چند سال مثلا واسه زئوس طول کشیده نمیدانم، اطلاعی ندارم، ولی اون میفرسته اورانوس، هیدس و هرمس برن توی مشتری تارتاروس درست بکنن، تایتانا رو جمع بکنن بفرستن اونجا. خودش هم بیدو بیدو همراه با پوسایدون و آرس کجا میره؟ میره سمت سرزمین های شرقی. چرا میره؟ چون اسکول که نیستن با حال خبر میاد که گایا داره زیر پوست شهر طرح کودتا میکنه. اینا هم که پامشون میرن دیگه. پس کی میمونه توی اولمپ؟ یکی آتنا میمونه، یکی افرودایت میمونه و یکم هرا، دختر کده بوده اونجا. بعد زئوس همینجوری که داشته میرفته به حوالی تبت میرسه، سرشو بالا میکنه، اونجا تبت پر کوه دیگه، سرشو بالا میکنه، دو تا موجود اژدها تور میبینه. اون دوتا کی بودن؟ تایفون بودن و آکیدانا. زئوس آکیدانا رو میشناسه، بچهش بوده دیگه، میشناسه. رو میکنه به اون میگه آکیدانا تویی؟ اونم میگه که ایگنور میکنه، محل نمیده. تایفون بهش بر میخوره، میگه چرا کسی به من توجه نمیکنه، موجود به این بزرگی و خفنی و یه مقدار از لوسیفر توش و اینا. میگه که بذار یه حرکت انجام بدم. اون شاخ بافومت که وسیله ارتباطی زئوس قرار بود بشه با لوسیفر، اونو در میاره و میگه ببین این علامت حاکم بزرگه، ببین چش درات که دست من. اینا اصلا به خودش میگه بذار من خودم اصلا لوسیفر معرفی بکنم. کی به کی؟ باقی یه بخشی از حرفش واقعیه دیگه، این چند درصد در لوسیفر توش هست، چند درصد از روح لوسیفر توش هست. تایفون میاد در سمت لوسیفر صحبت میکنه و میگه که من لوسیفرم و تو اصلا پادشاه جهان نیستی، تو یه قدرت خیلی خیلی محدودتر از من داری و من اگه توی این کالبد نبودم و با من واقعی اگه میخواستی روبرو بشی اصلا کور میشدی، میتونستی اصلا منو نگاه کنی در برابر قدرت من. چی کار دارم میکنم؟ نمیدونم که این میگیره اینا رو یا نه. یکم صبر بکنیم. خب الان میخوام حرف بزنم باز شروع میکنم. من تو رو میخواستم آماده کنم برای پادشاهی، من تو رو بزرگ کردم، بعد تو اون وقت بزرگ شدی پادشاه شدی از فرمان من سرپیچی میکنی. خب حتما تنبیهت میکنم، تو رو حبس میکنم تا بری به کارهای زشتت فکر کنی. نمیدونم، اطلاعی اطلاعی ندارم. آرس میری که به سمت تایفون حمله بکنه که آکیدانا میپره با اون میجنگه. تایفون هم میپره سمت زئوس و با هم دیگه درگیر میشن و به چشم به هم زدنی زئوس رو میگیره و توی کوه زندانی میکنه. یعنی میخوام بگم که قدرت یه ذره از لوسیفر ببینید چه کار میکنه که زئوس حتی یک ذره هم نمیتونه مقاومت بکنه. نمیتونه. این وسط اون منفعت طلبای رپتایل ها تا دیدن اوضاع اینجوریه اصلا زئوس یه ورشون حساب کردن و قشنگ سجده کردن به تایفون و گفتن گور بابای زئوس، ما هرچی تو بگی گوش میکنیم. ما بارها جاهای مختلف گفتیم که هندوستان فعلی محلیه که رپتایلا توش خیلی تازوندن، خیلی چه میدونم خدا و شبه خدا و هیبرید و اینجور داستانا درست کردن. بارها گفتیم که این مثلا الهه هایی که هندیا دارن همش قراقاتی چند تا حیوانن، این همش کار رپتایل است. بارها گفتیم. این جایی که شکوفه گفت میشه همون جایی که اینا رو پاس میدن تو هند، میگن فعلا اینجا باش. تایفون همراه آکیدنا برابچ جمع میکنه میره به سمت کوه اولمپ. اونجا که میره خب گفتم دیگه اون در و دافای محترم خانمای گل رو اونجا میبینه، افرودایت، آتنا، هرا. بهشون میگه که آقایون که نه خانوما سلاح‌ها زمین، تسلیم بشید، من نمیخوام با شما بجنگم. همین که داشته باشون حرف میزد و اینا چشش میفته به افرودایت. ما بهتون گفتیم
تایفون بخشی از وجودش رو از لوسیفر گرفته. لوسیفر هم کلا عاشق کیه؟ لیلیت. افرودیت مامانش کیه؟ لیلیت. یعنی بخشی از وجود لوسیفر هم همچنان عاشق لیلیت. افرودیت میبینه، افرودیت هم که الهه زیبایی و سکس و شهوت و اینجور چیزا، شبیه لیلیت هم بخواد باشه، اصلا کلا برنامه عوض میشه. تایفون شروع میکنه دور افرودیت چرخیدن، به بچه خانومی بی موهاتو ببافم، اصلا تو بجنگ، تو هر کار دوست داری بکنی. نه، افرودیت بهش میگه که نه، من اصلا میخوام ترک جنگ بکنم و هدفم جنگ نیست. تایفون هم میگه خب خدا رو شکر نریم یه لیلیتمون بشه با هم. آره، نریم یه لیلیتمون بشه. افرودیت هم بهش میگه که اوکی، بعد بریم ایران. میرن ایرانو که لیلیتو ببینن. تورا ابلیس هم میبینن. ابلیس هم که میدونی خاطرخواه لیلیت، همیشه رقیب عشقی لوسیفر به حساب میاد. از این نظر تایفون که اونو میبینه بهش میگه که بیا پسر گلم، بیا این پولو بگیر، برو یه آدامس خرسی واسه خودت بگیر. خلاصه یه سری کارا بهش میدازن و دست به سر میکنه که بره به کاراش برسه. اون بخشی از وجود لوسیفر که توی تایفونه قشنگ الان سوار به ماجراست. افرودیت جون بریم با هم لیلیتو ببینیم. لوسیفر ابلیس هم برو نخودسیون هست، برو بغل المپیا اونجا، برو پیش زئوس، برو تو هند پیش حسنا، برو این پولم بگیر. این پولم بگیر، سر رو گشنت نشه، به فکرتم. اپیاده رو برو اتو سایه تو راه نه تدخل ادامه راه. شکوفه متن رو نوشته، بعد تو متن اینجا دستش خورده توی ادامه راه و مثلا نوشته تدخل ادامه راه. من گفتم که اینو حتما بهتون بگم، نه که خیلی میخوام بهتون بگم که بر اساس متن داریم پیش میریم. پس اینجا تدخل ادامه راه. بفرمایید. ادامه راه. داشتن که میرفتن، بعد تایفون یه دفعه یادش میاد راستی من قبول یه کاری بکنم و واقعا میگم آره خدایی. بعد به افرودیت رو میکنه ببین خدا شاهده یه چی میگم ناراحت نشو، به قرآن سر راهمونه دارم میگم، مگر نه خدا شاهده شما خیلی ارزشتون بالاتره، من برم کار زئوس رو بسازم و بیام دیگه. سر راه دوتایی میریم خوش میگذره، بعد برمیگردیم. میره که کار زئوس رو یه سره بکنم اونجا. در همین حین هرمس و هیدس پروژه قبلشون تمام شده بوده، به زمین برمیگردن. از طریق آتنا و هرا، یه دوتا دیگه از المپیا، مطلع میشن از ماجرا که تایفون اومده، خلاصه این کارو کرده اینا. خلاصه بیدو جمع میکنن، میرن به سمت اونجایی که تایفون بود و به تایفون حمله میکنن دوتایی. تایفون هم به حال وقتی پای یک زن در میانه است و اون زن هم تازه افرودیت باشه، الهه تاریخی زیبایی از این حرفا، هیچ کاری نمیکنه. یه جوری مثلا خودش رو سپر افرودیت میکنه که اون بانوی و خط و خش چیزی نیفته اینا. خلاصه از این حمله آسیب میبینه، یه مقدار ضعیف میشه. اون دوتا المپی هم میرن و زئوس رو آزاد میکنن. شما فقط ببینین زئوس یه افرودیت داره تمام کاراش رو انداخته. اون از باباش که افرودیت دید کلا انان از کف داد، کودتا به راحت ترین شکل ممکن پیش رفت و راحت از بین رفت. این هم از تایفون که به خاطر عشق افرودیت همه چی رو زد زیرشو و شل شد و اونم که کشته شد دیگه. توی این ماجرا راحت با اون سلاح مخصوص زئوس زدش کشتش. افرودیت قضیه تایفون رو تعریف میکنه و ازش میخواد که بره حداقل تایفون رو دفن بکنه و این اجازه رو بهش میدن که بره تایفون رو دفن بکنه. نکته اخلاقی: به هدفتون فکر کنید، درگیر مسائل حاشیه‌ای نشید. مخصوصا آقایون لطفاً از ابتدای تاریخ، یعنی از اول تاریخ شما خانوم میبینی شل میشین، نکنین این کار رو. یه کمی به فکر پای خودتون افرودیت باشه. وسط بوده باشه هر کی. نمیشه. یعنی الان اگه زیباترین مرد بود زنام همش همینجوری میشدن. آره. واقعا چند میلیون تا زن با زئوس خوابیدن.
بگو شما. آخه اصلا ببین، زئوس هم زیبا نبود انقدر، ولی ببین به هر آخه حال زئوس باش. قدرت داشته. خب افرودیت هم قدرت داره. آره خب المپی دیگه. بحث نکنیم. ببین برعکسش نیست. الان آره نه برعکسش هست. یه چند تا سوال، ادامه. الان چند تا زن سر و دست میشونن مثلا با جیسون مومو باشن، مثلا با براد پیت باشن؟ اگه خود اون خانوم کلی به نامم باشه بازم چیز میشه. ببین بحث اینه که طرف قدرت داره. ببین تایفون اومده قدرت اینو داشته که زئوس رو زندانی بکنه، به هر حال به راحتی اونو از بین ببره، ولی سر یه خانوم یه بانو اون قدرت از هم پاشیده شده. ببین این اون عشقشون تاریخیه. اون قسمت لوسیفر تایفون باعث این ماجرا میشه. این چه حس من اینه. برعکسش هم بوده، حالا توضیح میدیم. بریم ادامه. مثل هر دیکتاتوری زئوس هم باید حکومت خودش رو تثبیت میکرد. زور چپون حکومت میکنن دیگه، باید تثبیت میکرد. این قسمت دیدیم که زئوس چجوری حکومت خودش رو چیکار کرد؟ تثبیت کرد. اما زئوس معروف ترین اسطوره دنیا که دیگه انقدر معروف شد و انقدر پشت سر خودش خبر در آورد که دیگه شد خدای خدایان. داستاناش ادامه داره. ماجراهای زیادی از زئوس همچنان باقی است که در قسمت بعد بخشش رو با هم میبینیم. حالا دوباره تمام به اصطلاح المپ نشینا برمیگردن، جمع میشن، میرن به منطقه‌ای که تایتان ها حضور داشتن، یکی یکی تایتان ها رو میگیرن، دستگیر میکنن، میفرستن به تارتاروس. کلا چیز میشه دیگه، زمین آری از تایتان میشه. بعد چیکار میکنن؟ برمیگردن به همون کوه المپ و زئوس در واقع تصمیم میگیره، اعلام میکنه که من میخوام که همه انسانا رو هم نابود بکنم. اورانوس اینجا بهش میگه داداش هر کاری میکنی این کارو نکن. به محض اینکه بخوای انسان و نسلش رو تهدید بکنی، خدا خود شخصا وارد ماجرا میشه. اینا زئوس هم میگه آک، اینو اوکی دیگه چیکار کنم. تصمیم میگیره که این اصلا خیلی چیز، میبینید چقدر تصمیم واقعا سخت، به زمین حکومت بکنه، به انسان حکومت بکنه، خودش رو در کمال فروتنی خدای خدایان بنامه و همین واقعا ظلم کنه آره. متاسفانه مثلا قبول بکنه ها، قبول، خیلی اصرار کردم بهش که تو رو خدا بیا خدای خدایان شو. انسانام دیدید که دیگه منتظرن یه چیزی یکم فرق داشته باشه بپرستن. از گاو پرستیدن و نمیدونم زئوس و دیگه گاو میپرستن دیگه، شما برو زئوس و اینا رو ببین. شروع کردن واسه خودشون داستان سرایی کردن و اصلا فراموش کردن که خدای یگانه کی بوده. الان دیگه خدا شده زئوس، خدا جدیده و این بهتر. زئوس دیدیم تتقه تتقه ادامه مسیر. زئوس هم دید تو این مسیر آقا کسی رو نکشته، تایفون هم حال نداد یکی بود حداقل یه مقداری آدمی بکشه، موجودی بکشه، یکی رو سرکوب بکنه، انسان‌ها رو که نشد. میگه بریم رپتایلا رو حداقل این کار بکنیم. رپتایلا هم که دیدی چرا وای میسته؟ خندم رپتایلا هم میگیر. دیدی دیگه، سریع سر قضیه تایفون گفت اصلا زئوس به یه ورمون، ولش کردن، سجده کردن و اونو کلا ترک کردن. زئوس هم خشم گرفت، گفتش که دیگه خدای این یکی رو بزنم نابود بکنم، بعد برام حرف در میارن. شروع میکنه که آماده بشه واسه جنگیدن با رپتایل ها و این کارم انجام میده. ولی رپتایل های مارموز وقتی که زئوس تو بچگی پیششون بوده اونو بزرگ میکردن، کل روش آزمایش انجام دادن. اگه هم یادتون باشه، چون اینو پرانتز باز بکنم، مامان زئوس که رئا بود واسه اینکه کرونوس اونو نخوره گفتش که ببرمش اینو پیش رپتایل ها بزرگ بشه. رپتایل ها هم گفتن اوکی ما اگه میخوایم بچه تو بزرگ بکنیم باید یه قسمت از روح تو به ما بدی. این قسمت از روح ببینید یعنی انگار یه سری از قدرت طرف رو پیش خودشون نگه دارن. با استفاده از اون مقدار روحی که رئا بهشون داده بوده، آزمایشایی که روی زئوس انجام داده بودن، یه سری سلاح‌ها ساختن که دیگه زئوس رو نمیدونم المپیا نمیتونستن باشون کاری بکنن. هر کاری کرد زئوس نتونست. نتونست. آخرش هم گفت باش دیگه اوکی باشین همین. زئوس
خیلی غمناک میشه. میگه اینجور ادامه پیدا نباید بکنه در واقع. من نمیتونم اینجوری حکومت بکنم. تصمیم میگیره که کلا حمله بکنه به زهره و مریخ و نسل‌هایی از رپتایل‌ها که توی اون در واقع سیارات داشتن زندگی میکنن اونا رو بین ببره. خلاص با یک بین میبرده دیگه. حالا سکه انداخته، اون دوتا افتادن، میره و اونجا هر کسی که بوده نبوده رو بین میبره. دیکتاتوری خون میخواد. این ویدیو هم اینجا تموم میشه. متاسفانه یا خوشبختانه باید صبر بکنید تا ویدیو بعدی در واقع آماده بشه که بتونید ادامه داستان زئوس رو داشته باشید. این ویدیو هم کد داره، کدش رو یادداشت بکنیم، با این کد کار داریم جلوتر. الان نگید چرا هنوز خبری نشده، بذار این کانال یکم راه بیفته بهتون میگیم چه خبره. اون شاخ بافومت بود که لوسیفر خلاصه بافومت گفتش که به زئوس بگو که از شاخ یه وسیله ارتباطی درست بکنه، یه جام درست بکنه. همون شاخ تو دماغ کسی که رو تنبلی ما رو سابسکرایب نمیکنه میاد زیرزیرکی ویدیوها رو میبینه و میره و نظرشو کامنت نمیکنه، لایک نمیکنه. خلاصه که میخوام بهتون بگم این چیزایی که بهتون گفتم، این پکیج لایک، کامنت، سابسکرایب به کانال ما کمک میکنه و باعث میشه که ما انرژی بگیریم. کسایی هم که این امکانو دارن، یعنی اصولا باید تو ایران نباشید الان در حال حاضر که هنوز جمهوری اسلامی هست، ایشالله زمانی که ما کانال همچنان ادامه میدیم این ویدیو بشه تاریخ. کسایی که خارج از ایران هستن هم میتونن به کمک دکمه تانکس به صورت مستقیم از ما و کانال و محتواش حمایت مالی داشته باشن. خلاصه امر و خلاصه ماجرا که دم همتون گرم و خداحافظ. و خداحافظ.